بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اما بعد، امروز روز جمعه سید ایام موافق 20 رجب سال 1431 هجری قمری می باشد که ماه رجب از جمله ماه‌هایی هست که اهل جاهلیت این ماه را بسیار بزرگ می شماریدند. رجب از جمله 4 ماه‌های حرام است که بسیار عمل‌هایی که در دیگر ماه‌ها حلال است در ماه رجب حرام است. رجب از کلمه رجب مرجب گرفته شده، معنایش معظم. رجبه یعنی عظمه، معنای رجبه به معنای عظمه یعنی تعظیم، بزرگ شماریدن. برای چی رجب نامیده شد؟ برای آن که اهل جاهلیت این ماه را بسیار بزرگ اعتقاد می‌کردند. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه میگویند که در بابت فضیلت ماه رجب یگان حدیث صحیحی که با وی حجت گرفته دلیل گرفته می شود، نه در بابت فضیلت نماز، نه در بابت فضیلت روزه، یا نه در بابت بیدار نشینی کردن یکی از شب‌های ماه رجب، یگان حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده است، بلکه همه آن چیزایی که آمده است این همش حدیث‌های ضعیف، حدیث‌های موضوع است، بافته شده. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که در این باره یگان حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد نشده است برای مخصوص گردانیدن ماه رجب به روزه یا به نماز، یعنی ماه رجب را افضل دانستن از دیگر ماه‌ها، یعنی در نماز و در روزه و در شب گذرانی. یگان حدیث خاص آمده است که روزه داشتن در ماه رجب بهتر از دیگر ماه‌ها باشد یا فضیلتی بزرگ داشته باشد، بلکه کدام انسانی که شب پنجشنبه روز دوشنبه روزه می‌دارد و همون موافق سنت رسول الله روزه می‌دارد، ثوابش می‌گیرد، لیکن خاص به فضیلت رجب یگان حدیث صحیح وارد نشده است. و یگان امام‌های گذشتگان، نه امام اعظم، نه امام ابو یوسف و محمد ابن حسن، نه امام مالک و شافعی و احمد و بخاری و مسلم و دیگرها، یعنی این روزه و نماز و شب زنده داری کردن ماه رجب فضیلت ذکر کرده باشد نیست. این بعض این سخنایی که گفتیم در کتاب تبیین العجب فی فضائل رجب کتاب ذکر میکنم که ماه رجب، روزه در ماه رجب مانند روزه در ماه ذوالقعده و ذوالحجه و دیگرها هست، یگان فضیلت خاص ندارد. دیگر یک حدیثی هست که شاید بعض علما میگویند که از همه حدیثی که نزدیکتر است، شاید که حدیث صحیح باشد، این حدیثی هست که حضرت انس رضی الله عنه روایت کردند، در مسند امام احمد ذکر شده است، در معجم طبرانی اوسط ذکر شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت انس میگویند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل رجب قال اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. وقتی که ماه رجب می در آمد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گفتند که پروردگارا به ماه رجب ما و به ماه شعبان برکت عطا کن و ما را به ماه مبارک رمضان برسان. همین حدیث از همه حدیث یعنی صحیح تر در فضیلت رجب.
که رمضان که نزدیک شد، 1 ماه و 10 روز دیگر باقی ماند، پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی همین ماه رجب در آیت همین گپ میگفتن که پروردگار ماه رجب برکت عطا کن، ماه شعبان برکت عطا کن، ماه و ماه رمضان برسان. شب 27 رجب در بعض کشورها از سبب بیسوادی و از سبب نادانی به سنت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک شب قید میکنند، محفل خیر در نظر خداشان محفل آراسته میگردانند برای قید کردن جشن اسراء و معراج که در کتاب‌های تاریخ مسئله اسراء و معراج اولین که یعنی حدش اختلاف زیاد دارد، یعنی اینها شب 27 رجب شب زنده داری میکنند و این را همچون یک محفل قید میکنند. این عمل نه پیغمبر کردند، نه صحابگان پیغمبر، نه تابعین، نه تبع تابعین، نه امام اعظم، نه امام ابو یوسف و محمد ابن حسن، نه مالک و شافعی و سفیان ثوری و نه سفیان ابن عیینه و نه امام احمد و نه بخاری و نه مسلم و نه محمد ابن قیم و نه شیخ الاسلام و یگان عالم ها اینا قید نکردند. این همین بعض بیسوادهایی که صاحب های طریقت هستند و بعض همین عابد ها یعنی تشکیل کردند. این در قرآن کریم نیست، در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست. بنابراین جشن شب 27 رجب بدعت منکر است، گناه است. اولش اینکه اسراء و معراج کی واقع شد. بعضی ها میگویند که شب 27 رجب واقع شد، بعضی ها در ماه ذوالقعده ذکر شده است میگویند، بعضی ها در ماه ربیع الاول شده است میگویند. صاحب کتاب صحیح سیرت نبویه شیخ ترهونی بعد اینکه همین اقوال علما درباره اختلاف شب اسراء و معراج کی شده گذشته است همش ذکر کرده، ضعیف یا حسن یا صحیح بودن آنها را در خلاصه و در نتیجه آمده رسیدند که واقعی حادثه اسراء و معراج روز دوشنبه 12 ربیع الاول سال 12 بعثت پیغمبری واقع شده است. سال 12 بعثت یعنی مقصد سال 12 سال پیغمبری جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی در سن 52 سالگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حادثه اسراء و معراج در شریعت اسلام واقع شده است. معنای اسراء و معنای معراج چیست؟ اسراء از کلمه سیر گرفته شده، معناش سیر کردن، شبانه راه گشتن در لغت عرب سیر میگن اسراء. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه شبانه به اسراء رفتن، به مقدس بیت المقدس سفر کردن همراهی جبریل علیه السلام، انا همین نامش اسراء است. و بعد از بیت المقدس به بالای 7 قبت آسمان به آن جایی که الله تعالی خواست به آنجا سفر کردن و بعد مدت باز گشته به فلسطین فرآمدند، باز به مکه آمدند. حالا از آن بامداد گفته نشده بود، یعنی در مدت یک شب پیامبر اینقدر سفری طولانیه که یگان کس مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم در این دنیا سفر نکرده است، سفر در یک شب کرده آمده. انا همین مسئله نامش اسراء و معراج است. اسراء و معراج این در قرآن کریم ذکر شده است. سوره اسراء الله تعالی یک سوره به نام سوره اسراء نامید که در اولین آیت این سوره الله تعالی گفت که سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. خدا میگه پاک است از عیب، از نقصان، از کمبودی، پاک است جل جلاله و تقدست اسماء. آن پروردگاری که بنده خود یعنی حضرت محمد علیه السلام را شبانه از مکه به بیت المقدس برد و اسرا بعبد لیلا من المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، اون مسجد اقصایی که ما به آنجا برکت عطا کردیم. لنریه من آیاتنا، تا اینکه برای پیغمبر ما بعض بزرگی های خود نشان دهیم. سال 10 بعثت یعنی بعد 10 سال پیغمبر شدن جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
که معلوم که از آن روزی که پیغمبر در سن 40 سالگی دعوای پیغمبری کردند، دعوای حق بود از جانب خدا، در برآمده من پیغمبری خدا گفتند، مشرکان عرب حتی خویش‌های نزدیکان پیغمبر ضدیت کردند. پیش از آن که پیغمبر 45 نفر خویشاوندانشان را جمع کردند به زیر کوه صفا و بالاش برآمده گفتند که در من آیا یگان مراتب دروغ شاهد شده؟ در مدت 40 سالگی پیغمبر نبودند، دین مقدس اسلام نبود، یگان مراتب عربهای مکه از زبان رسول الله کلمه دروغ نشنیده بودند. یگان مراتب من برای شما دروغ گفتم، اگر یگان خبر دهم شما باور میکنید؟ همه گفتند که البته ما باور میکنیم. ما جربنا علیک کذبا قط، ما یگان مراتب در تو دروغ تجربه نکردیم، راستگوی هستی. حتی محمد الامین گفته مشهور شده بودند. محمد امین، معنای امین امانت نگهدار، یک معنای دیگرش محمد امین، دیگر مردم از زبان پیغمبر از دست پیغمبر در امنیت بودن، امین بودن. یگان کس به زلیل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمیرسید، بنابراین لقب گذاشتن محمد امین. همه احترام میکرد، همه حرمت میکرد. حالا پیغمبر نبودن، یگان مراتب عرق ننوشیده بودن، دروغ نگفته بودن، بت به سجده نکرده بودن. عربها بابای و عمکای پیغمبر بت عبادت میکردن، رسول الله از نزدشون گذشت اینو تحقیر میکردن، گفتن این عبادت نکنید، این چی است؟ عقلی طبیعتی سالم که این کار میکردن. یگان مراتب از پیغمبر صلی الله علیه و سلم صفتی بد، اخلاقی بد در طول 40 سال پیش از پیغمبری مشاهده نشده است. وقتی که به بالای کوه برآمده گفتن اگر من سخن گویم چی میگوید؟ گفتن که ما دروغ نمیشمریم، ما همیشه تو راست میشمریم. گفتن که من پیغمبری خدا هستم. ابولهب عمکشان پای افزارش گرفت و هوا داد که تبا لك علی هذا جمعتنا، هلاکی باد به تو، ما هم جمع کردی. الله تعالی از بالای هفت قبل سوره کامل درباره ابولهب و درباره عمکش نازل کرد. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. این آیت نازل کرد. تب باد، هلاکی باد به ابولهب، همراهی همسرش به آتش دوزخ می‌دارد. وعده پروردگار پول و مالش صرف کند، فرزنداش اگر فدا کند از آتش دوزخ نجات نمی‌یابد. گفت الله تعالی سوره کامل نازل. همین خیلی میدونستم که پیغمبر دروغگوی نبود، لیکن یعنی عرفیت یا اینکه گوییم تعصب کردن به ملت، تعصب کردن به پدر و بابای گذشتگانشان. گفتن که بابای گذشتگان ما اینقدر 360 نفر خدای عبادت کردند، چه خیلی ما اینها همیشه عکس مونده، یک تا الله تعالی عبادت میکنیم، قبول نکردن. هر روز از جانب مشرکا اذیت، مشقت، عذاب برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و برای آنهایی که همراه رسول الله ایمان آوردن عذاب و شکنجه بود. امروز ما در نماز جمعه بعد 1444 سالی پیغمبر شده که شدیم. 1444 سال پیش پیغمبر شده بودن. امروز ما از سبب همون دعوت‌های جناب رسول الله سوره جمعه نازل کرد الله تعالی. این همش اگر حق میشد، اگر باطل میشد، اینها مضمحل میشد، از بین میرفت. چه خیلی که اعتقادهای باطل، رویه‌های باطل 70 سال 80 سال سر برداشت با مانند یک درخت بی ریشه در یک شمال آمده آنهای برد. این دین مقدس اسلام دین حق است که 1400 سال این جانب مانند که استوار ایستاده است. یگان طوفان ها اینو برده نتوانست. سال 613 میلادی، من امروز اگر 2010 باشد، سال 613 میلادی 1432 سال پیش از این جانب موافق سال شماری هجری قمری، البته فرقیت ها دارد، برای آنکه سال شماری هجری قمری 354 روز است، سال شماری شمسی این 366 365 روز هست، 10 روز 11 روز فرق میکنه. بنابراین مدتی دراز که هست چند ساله فرق میکنه. یعنی سال 613 میلادی 1432 سال پیش از این جانب جبرائیل به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، همراهی براق، یک جانور از خر کلانتر، از خچیر خردتر، پیغمبر نشانید و همراهی پیغمبر به فلسطین به بیت المقدس سفر کرد که یک قدمی براق آن جایی که چشمش میدید همون جا میافتید، یعنی همین خیلی قدمهاش کلان بود.
شما ببینید که حاضر از بیت المقدس تا مکه شاید 1 ساعت به سمالیات رود. سمالیاتی که خلق کرد یک انسان ها خلق کرد. الله تعالی آیا از آنها قادر نیست که یک براق فرستاند، یک اسبی که یعنی یک جانوری که قنات دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به بیت المقدس رفت. در بیت المقدس 2 رکعت نماز تحیات مسجد بیت القدس، مسجد قدس که 1 رکعت نماز خواندن در مسجد قدس برابر 500 رکعت در دیگر مسجدها است، غیر مسجد پیغمبر و غیر مسجد حرام. در مسجد حرام 1 رکعت نماز خواندگی شما 100,000 رکعت. در مسجد جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره 1 رکعت شما 1000 رکعت. در مسجد قدس 500 رکعت. سومین مسجد مقدس در شریعت اسلام مسجدی که واقع در کشور اسرائیل است، مسجد قدس است. با آنجا رفتن 2 رکعت در آمدن تحیات مسجد خواندن، سپس همراهی جبریل به آسمان اول برآمدند. بین زمین و بین آسمان 500 سالینه راه است. این آنهایی که سالهای نزدیکی به یعنی بالای کره زمین برآمد، آنها نه به ماه رسیدن، نه به آسمان رسیدن و نه خواهند رسید. اینها همین کمتر بالا برآمدن و فرآمدند دیگه. جناب رسول 1432 سال پیش برآمده بودند که ابن کثیر در تفسیر ذکر میکنند که پیامبر با همراهی ناربان برآمدند. این ناربانی که وای ناربان از ناربان‌های ما فرق میکنند. همین خیل به آسمان یکم برآمدند. در آنجا حضرت آدم علیه السلام واخوردند. وقتی که به در آسمان نزدیک شدند، جبریل وقتی که در آسمان کوبیدن، اهل آسمان فرشته های آسمان پرسیدند که کی؟ گفتند که جبریل. همراهی کی؟ همراهی محمد. مرحبا بكم، مرحبا به شما، ما برای شما امر شدیم که شدن به این در آسمان برای هر کی که شدن نمیشه. 500 سالینه راه است. اینها 1000 ترقیات شاید برآمده نمیتوانند. به اجازت کی میبرد به بالای آسمان؟ وقتی که اجازت شد به جناب رسول الله برآمدند. این حدیث در صحیح بخاری و در صحیح مسلم است. در قرآن کریم الله تعالی مسئله سوره اسراء را نازل کرد. این سوره مسئله اسراء و معراج حقی که یگان شک و شبهه نداره. این در قرآن کریم در سوره اسراء و در سوره نجم، در اولین آیت سوره اسراء و از 18مین آیت سوره نجم تا 24م تقریبا درباره اسراء برآمدن معراج پیامبر الله تعالی معلومات داد. در صحیح بخاری که بهترین کتاب بعد قرآن کریم در عالم است، قصه اسراء و معراج در 20 روایت ذکر شد. و در صحیح مسلم که بهترین کتاب بعد صحیح بخاری در عالم می‌ایستد، در عموم عالم از تمام کتاب‌های دینی و دنیوی جای اول قرآن میگیرد. ثانی صحیح بخاری، سپس صحیح مسلم. در صحیح مسلم 18 روایت از 7 صحابه وارد شد. این یگان جای شک و شبهه ندارد. کسی که اگر این انکار کند از دین خارج میشه. با آسمان یکم برآمدن. آدم علیه السلام پدر آدمیت واخوردن، پدری تمام انسان‌ها. در آسمان دوم حضرت عیسی ابن مریم و زکریا علیه السلام، یحیی ابن زکریا خاله بچه هستند، هر دو اینها واخوردن، 2 پیغمبر دیگر. در آسمان سوم حضرت یوسف علیه السلام واخوردن. در آسمان چهارم ادریس علیه السلام را واخوردن. در آسمان پنجم ادریس، در آسمان ششم در آسمان پنجم ادریس، در آسمان ششم هارون علیه السلام، هارون ابن عمران دادری موسی علیه السلام واخوردن. در آسمان ششم موسی علیه السلام را واخوردن. در آسمان هفتم ابراهیم علیه السلام واخوردن که در کعبه تکیه کرده می نشستند. در بالای هفت بعد آسمان بیت المعمور است. الله تعالی در قرآن ذکر کرد در سوره واقعه والبیت المعمور. بیت المعمور ذکر. بیت المعمور خانه کعبه است. عیناً اگر فرایت میگن راست به بالای کعبه میفراید که هر روز 70,000 نفر فرشته ها در آمده طواف میکنند. آنها تا روز قیامت گشته نوبت آنها نمیرسد. هر روز 70,000 نفر فرشته در آمده طواف میکنند بیت المعمور رو، دیگر نوبت آنها تا روز قیامت نمیرسد. یک مراتب حق دارد. این دلالت به زیاد بودن فرشته ها میکنند. ابراهیم علیه السلام دیدم ابراهیم که در کعبه تکیه کننده در سایه کعبه نشسته بود، در زیر دیوارش. این الجزاء من جنس العمل است. مکافات از جنس عمل. ابراهیم کعبه را ساختن، خدا مکافاتش به ابراهیم علیه السلام بود با لنگی کعبه نصیب کرد که در زیر دیوار او نشسته. سپس از بالای هفت قبت آسمان باز به بالا برآمد. عند سدرة المنتهى. خدا میگه در سوره نجم در نزد درخت سدرة المنتهى. سدره این نام درخت، منتها
یعنی منتها انتها یافتن مخلوقات تا همونجا میرسن، از آن طرف بالاترش به حد و حدود حق ندارن. آن طرف الله جل جلاله است، کسی نبر آمده است. سدرة المنتهی درختی که مخلوقات تا همینجا آمده میرسن، انتهای رسیدن مخلوقات است، انا همونجا آمدن. الله تعالی بعضی علامت های بزرگ به جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نشان داد. سپس همراهی الله تعالی بی پرده صحبت کرد. الله تعالی را ندیدم. قول صحیح حضرت عایشه مادر مومنه گفتند که کسی که اگر حدیث گوید که پیغمبر خدا را دید، گفت دروغ شمارید، گفتند دروغ است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی را ندیدند، لیکن همراهی الله تعالی بین الله عز و جل بین پیغمبر پرده بود، بی واسطه سخن کردند صلی الله علیه و سلم. الله تعالی برای پیغمبر بسیار چیزها را نشان. سبب چیست؟ برای چی الله تعالی سال 12 بعثت پیغمبر خود را به بالا برد؟ ما در بدایت اشاره کردیم که مشرک ها تمام نمود عذاب و شکنجه ها را به سر مسلمان ها ارسال میکردند. حتی بعضی مسلمان ها هجرت به حبشه کردند، بعضی آنها کشته شدند، بعضی آنها پنهانی عبادت میکرد. بسیار به پیغمبر مصیبت و مشکل ها زیاد شده بود. در این سالها بعد 10 بعثت اما که پیغمبر ابو طالب که پیغمبر را از دشمنان محافظت میکرد از دنیا گذشت. پیغمبر اگر یک مصیبت آید، ابو طالب گرچه کافر بود دین اسلام پیشگیری میکرد، حمایه از دین اسلام میکرد. و وقتی که بیگاهی پیغمبر با غم و غصه به خانه می آمدند، در نزد خدیجه رضی الله عنها مادر مومنان غم و غصه هاشون میرفت. خدیجه رضی الله عنها برای دین اسلام خدمت کردند که بینایت خدمت عظیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار بزرگ میشمارد. اگر پیغمبر از بیرون یعنی با غم و غصه بیان، در نزد عایشه آرام، در نزد خدیجه آرام میگرفت. خدیجه هم از دنیا گذشت. حتی آن سال را عام الحزن میگویند، سال غمگینی برای پیغمبر و برای مؤمنان سال غمگینی بود. بعد اینکه دیدن که عربهای مکه قبول نمیکنند، به طائف سفر کردند که شاید الله تعالی اهل طائف هدایت کنه. وقتی که به طائف رفتن، اهل طائف دیوانه ها با بچه های خردسال بی عقل جمع کردن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با سنگ ها زده یعنی از طائف بیرون کردن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم پایه های مبارکشان خونشار شد، برآمدن از طائف با گشت مکه آمدن. اكو مکه و دیگر در آمدن یگان علاجی نبود. از با امید که اهل طائف پیغمبر را دستگیری میکنن، مکه ترک کرده برآمده بودند. وقتی که به مکه آمدن، یک مشرک در جوار مشرک تا خانه های عمکاشون رسیدن. یعنی گفت که من توی تا خانه عمکات برده میمونم. همین خیلی پیغمبر دل شکسته شدن، غمگین شدن. معنای این اسراء و معراج همین که اگر اهل زمین توی قدر نکند پیغمبر، محلی تو قدر نکند، شهری تو قدر نکند، مردم زمین اگر توی قدر نکند، تو را الله تعالی قدر میکند، اهل آسمان قدر میکند. ببینید یک مرکبی را فرستانید که حالا همین خیلی مرکب نیست، مانند براق که از دمشق از فلسطین تا مکه یک ماهینه راه بود. پیامبر در مدت دقیقه های طی کرد. به آسمان برآمدن، پیغمبرها را دیدن، به نزد الله تعالی رفتن. این همه غمگینی پیغمبر از بین بود. الله تعالی به پیغمبر جنت را نشان داد. میگویند که جنت به من نشان داده شد. ناگاه دیدم که اکثریت اهل جنت کمبغل ها و بیچارگان و آنهایی که مردم آنها را نظر و پسند نمیکنه همها بود. دوزخ دیدم که اکثریت زنها بود و اکثریتش متکبران و جباران، آنهایی که مردم های ظلم میکنن، مردم های کار میفرمان، مزد آیلی که آنهایی نمیدهند، آنهایی که ظلم میکنن اما متکبران با پول و مال دنیا، با کمک آن نعمتایی که خدا به آنها داده است، اما که فخر و کبر کرده مردم بیچاره اذیت میدن، تحقیر میکنن. اکثریت اهل دوزخ همها بود. حالا امروز بعد مردم های ما وقتی که دعوت به جنت و دوزخ دربارش سخن کرده شد، میگن که کی دیده اومده است؟ نعوذ بالله. کی دیده اومده است؟ پیغمبر دیده اومدن 1432 سال پیش از اینجا. الله تعالی در قرآن کریم نقل کرده اگر پیغمبر دیده نمی آمدن ما باور میکردیم به گفتی پروردگار. و من اصدق من الله قیلا، کی از الله تعالی دیده راستگوی‌تر؟ و من احسن من الله حدیثا، کی از الله تعالی دیده خوشرو سخن میکند؟ سخنی پروردگار راست از حق است جل جلاله. اگر پیغمبر نمیدیدن هم
خبری الله تعالی قبول میکردیم. الله تعالی در قرآن کریم در چندین آیات درباره جنت و دوزخ خبر داد، درباره حیات آخرت. جنت را دیدن، دوزخ را دیدن. در جنت بلال از جنت ایستاده پایافزال بلال آوازش شنیدن. خانه قصر دیدن، این خانه از آن کی است؟ گفته شد که از آن عمر است، امتی تو. دوزخ دیدن، بعضی گناهکارا دیدن، بعضی مردم دیدن که با ناخن‌های مسین گوشت‌های خودشون میکندن. پیامبر پرسیدن که این کی است؟ جبریل، ها کی است این قومی که با ناخن‌های مسین، یعنی بدن خودشون، گوشت خودشون از استخوان خود جدا میکنن؟ جبریل گفت که اینها آنهایی که در دنیا غیبت میکنن، میشینن دیگه هیچ کار ندارن، فقط غیبت مسلمان است. معنای غیبت یک کس از کفاش گپ زدن، اگر چنده که حق باشد، حقیقت یک آدم عیب دارد، انا همون عیب بودگیش از کفا گپ زدن غیبت است. غیبت اهل علم، غیبت عالمان این خوردن گوشت زهرآلود است، گوشت خودمرده زهرآلود است. از دیگر مسلمان ها غیبت عالم فرق میکنه. برای آنها که آنها امروز پیغمبر نیست در دنیا، پیغمبر 1423 سال پیش از این جانب گذشتند. والعلماء ورثة الانبیاء. امروز به جای پیغمبران میراثخواران پیغمبر، آن چیزی که پیغمبر برای ما میرسانیدن آنها میرسانند. بنابراین اینها همینها هست. گفتم چند طایفه مردم دیدم که در عذاب بود، بعضی آنها با سنگ به سراشان زده میشد، وقتی که می آمد باز ضربه زده میشد. گفتن که اینها کی است؟ اینها گفتن در وقت نماز خواب میکنند. از امتهای تو نمازخوان هستند، لیکن در وقت نماز یعنی خواب میکنن. چی باشد حال آنهایی که عموما نماز نمیخوانند؟ سپس الله تعالی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم 50 وقت نماز را فرض گردانید. گفت که برای امت تو 50 وقت نماز فرض شد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراهیم گذشتن از آسمان هفتم، وقتی که به آسمان ششم رسیدن موسی علیه السلام پرسیدن که ای محمد، الله تعالی به امتی تو کدام عبادت اختیار کرد؟ کدام عبادت را فرض گردانید؟ پیغمبر 12 سال فقط مردم دعوت به یگانگی الله تعالی میکردند. 12 سال فقط الله تعالی یگانه است، شریک نآورید، خدا یگانه است، بت عبادت نکنید، دعوت کرد. بعد نماز فرض شد. 50 وقت نماز اگر حساب کنید امروز 25 دقیقه و یک مرتبه وقتی نماز میشه. موسی گفتن که ای محمد، این به امتای تو، این امتایی که پول و مال دوست می‌دارن، این امتایی که همیشه در جمع کردن پول و مال مشغولیت دارن، وقتی پول و وقتی نماز اگر تعارض دارد پول و مال پیش میگیرن، اینها وظیفه نمی‌کنن 50 وقت نماز. اینا را از الله تعالی تخفیف طلب کن، التماس کن که الله تعالی کم کنه. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم با امتی من به وزنی نشود گفته رفتن 45 وقت کردن. در بعضی روایت‌های صحیح بخاری 40 وقت کردن. 10 تا الله تعالی سبک کرد. هر باره که به نزد موسی می آمدن موسی برمیگردن، حتی به رقم 5 رسیدن. وقتی که الله تعالی و 5 گفت شما 5 وقت نماز خوانید، من 50 وقت نماز می نویسم در نزد. اصلا قول من لا یبدل القول لدی، قول من تغییر نمی یابد. گفت الله تعالی 50 وقت می نویسم، لیکن شما 5 وقت خوانید، من اجر و ثواب 50 وقت می نویسم. وقتی که آمدن موسی گفتن که گرد گفتن این 5 وقت هم وزنی نمی کند به امتی تو، برای اینکه موسی خبرت دارد. موسی از پیغمبر بهتر نیست، پیغمبر از او بهتر است، لیکن وی اهل خبرت است، وی کلانسال است، وی یک بار با مردم یعنی دیدگی است، چه معامله کرده، تجربه کرده است، تخصص دارد. بنابراین نصیحت کرد که 5 هم وزنی نمی کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت من دیگر شرم می‌دارم، رفت بوز کردم. سپس پیامبر فرامدن. وقتی که بیت المقدس فرامدن، آدم و دیگر همه پیغمبرها از آسمان فرامدن، در قفای پیغمبر نماز خواندند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به تمام پیغمبرها با اشاره حضرت جبریل علیه السلام امامتی کرد. این دلیل به آن بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین پیغمبرها هستند. حتی این دلبرداری بود به آن غم و غصه هایی که در مکه به پیغمبر آمده بود. حتی سوره جن هم نازل شد. وقتی که عرب‌ها قبول نکردند، الله تعالی گفت که ای پیغمبر تو خسته خاطر نشو، وقتی که آدم‌ها تو قبول نکرد اینقدر جن‌ها آمده موعظه تو گوش کرد. حاضرم شاید جن‌ها باشه موعظه ما گوش کنم. جن‌ها گوش کردن، رفته دیگر جن‌های دعوت به دین اسلام کردن. چقدر جن‌ها ایمان آورد. هیچگاه شخص مسلمان وقتی که برای روزگی الله تعالی مهنت میکند، برای روزگی الله تعالی عمل میکند و الله تعالی ضایع نمیگرداند. پیامبر همراهی پیغمبر نماز خواندند، با اسب براق به مکه رسیدند.
حال اذان بامداد نشده بود. غلس در وقت تاریکی رسیده آمد. پگاه خسته مردم به این واقعه نقل کردند که اهل مکه گفتند که اکنون دروغ بودن محمد معلوم شد. اکنون ما در اینجا انیق شدیم که تو دروغگوی بودی. حتی به نزد ابوبکر صدیق رضی الله عنه رفتن گفتن که صاحب تو دوستی تو دروغگویی کرده ایستاده است. گفتن چی میگوید؟ گفتن که وای گمان کرده است که در یک شب از مکه به بیت المقدس، از بیت المقدس به بالای 7 قبت آسمان رفته با گشته آمده است و مکه گفته خیال میکند، گمان میکند حالا آنکه ما در یک ماه به بیت المقدس میرویم، در یک ماه دیگه از بیت المقدس برمیگردیم. چخیر این در یک مدت رفته آمده در یک شب. حضرت ابوبکر گفتند این کان قاله فقط صدق. اگر پیامبر اینکه گفته باشد ابوبکر نشنیدیم، اگر گفته باشد راست گفته است. برای آنکه من پیغمبر از اینم کاری بزرگتر به تصدیق میکنم. این هیچ یک شبی دراز گفتم. هم تو اگر پیغمبر برفته سوال تیه پیغمبر جوابش نمیدونن، همون زمان از بالا 7 قبت آسمان خبر میده پیغمبر جواب میده. من این به باوری دارم. شب های یا روز آیت قرآن نازل میشد از بالای 7 قبت آسمان میاد، من وی تصدیق میکنم. چقدر این یک شبی دراز تصدیق نمیکنم؟ گفته جواب دادن که پیغمبر گفتن که ابوبکر صدیق. صدیق معناش تصدیق کننده. یگان مراتب که پیغمبر به شک و شبهه کردگی همه وقت راست گفتی یا رسول، صدقت یا رسول، راست گفتی یا رسول. حتی ابوبکر صدیق شد. اهل مکه اعتراض بیان می‌کردند که این دروغ است. حتی بعضی آنها سوال کرد. انکو ما مسلمانان باور داریم چون که این خدا در قرآن ذکر کرد، پیغمبر در حدیث‌های زیاد، یگان کتاب حدیث از اخبار اسراء و معراج خالی نیست. ما اینو باور داریم. اهل مکه که باور ندارن سوال کردن. حتی بعضی صحابه ها کافر شدن. نعوذ بالله. بعضی صحابه ها همون روز اعتبار ابن کثیر در تفسیر نقل میکنن که وقتی که پیامبر خبر اسراء و معراج رسانیدن، بعضی صحابه ها، بعضی اونایی که مسلمان شده بود، آنها گشتن مثلا کافر شدن. این دروغ گفت. نعوذ بالله. اهل مکه طلب کرد که برای ما وصف بیت المقدس را کن. پیامبر رفتگی نبودن در مدت 40 سال. همه میدونست. آنهایی که مسافرت میکردن یعنی تجارت میکردن یا رفته بودن میدونستن. آنها پرسیدن که تو برای ما وصف کن که چند در دارد، چه خیر است. پیامبر وصف کردن. این یکمین دلیل عقلی، این دلیل واقعی. دومین دلیل واقعی همین که پیامبر در راه یک گروه مسافران کاروان مکه دیدن که آنها از بیت المقدس به مکه سفر داشت. یک شتری آنها از کاروان گم شده بود. آنها همه کاروان را یک جا بسته در جستجوی شتر بودن که این پیامبر دیدگی بودن. حالا آنها در سفر پیامبر گفتن که فلان روز من شب دیدم که آنها همین خیل میکردن. بعد یک ماه رسیده بیا پرسید گفتن. بعد یک ماه تلفن نبود که تلفن کنه خیر بود دروغ بود اگر همشه یک دروغ بود فلان کده پول میتیام فتشه. آمدن که پرسیدن که حقیقت ما همون شب همون شترکاوی داشتیم. این دوم خبر. سوم خبر وقتی که ابو سفیان کافر بود بعد ایمان آورد. وقتی که به هرقل به نزد پادشاه روم رفت، امپراتوری روم بزرگترین امپراتوری بود. وقتی که به پادشاه هرقل پیامبر خط مکتوب نوشتن که دین اسلام قبول کن، هرقل مکتوب خواند و گفت که یگان مکه اگر در بازار باشد در بازارش شام بیارید. ابو سفیان آورد. ابو سفیان و یک چند قریشی ها در قفاش افتاده بود. این حدیث در صحیح بخاری آمده است. آن چی هرقل میگفت که سوال داد، یک چند سوال داد. پیامبر چی به دعوت میکند؟ نسبش چه خیلیگان مراتب دروغ گفته که بود کی و چند سوال ها داد و آخری سوال هاش گفت که من این خیلی سوال دادم تو این خیلی جواب دادی، این نشانی پیغمبری. این خیلی سوال دادم تو این خیلی جواب دادی، این نشانی پیغمبری. همش به گپی ابو سفیان تصدیق میکرد که این پیغمبر گفت که والله گفت اگر گپ راست شد من دو تا موضع من قدم ملکی منم صاحب میشم. پیغمبر ملکی منم میگیره. حقیقت امروز تمام دنیا مسلمانان است. همه جا 24 ساعت کره زمین اذان گفته میشه. اذان ما که اذان شهر خوجان 2 دقیقه 3 دقیقه فرق شد. ما که اسفر شاید 1 دقیقه فرق شد. ما اذان میگوییم گفته میشیم که دیگر شهر سر میکنه. همین خیلی تا آخری کره زمین. ژاپن اگر مسلمان ها اذان بامداد کنن در امریکا نماز خفتن اذان میگه. همین 24 ساعت کره زمین اذان کلی مشغول. یگان دقیقه خالگی نداره. این است پیام. حقیقت اگر گفت گپ راست باشه طالبای همه ملک میگیره. سپس ابو سفیان که پیغمبر بعد میبینه، لیکن عرب ها یک عادتی نداشتن که دروغ نمیگفتن. گفت که لیکن گفت یک کار دارد که دلالت به دروغ بودنیش میکند. محمد یک عمل دارد دروغ به مانند است. دروغ است. چی گفت هرقل؟ گفت که وای گمان کرد که یک شب از مکه به همین بیت المقدس که شهر شما است، مسجد قدسی شما اومد و اینجا به بالا رفت. گفت وقتی که این سخن گفت یک
دستی راستی هرقل میگفت که راست گفت، میگفت این همین واقعه شدگی است، من میدونم. گفت پادشاه حیران شد، تو از کجا میدونی؟ گفت وقتی که سوال کرد گفت که من هر شب تا مسجد بیت المقدس درش یعنی قلف نکنم خواب نمیکردم. یک شب گفت همه درهای قلف کردم، دو تا دری کلانی که عبارت از دو طبقه است همین نتونستم کنم. سخت کشیدگی مونده است. نجارها دوریدگرها رو جمع کردن. بعد این نماز گفتن چقدر گذشتن، آنها گفتن که شاید بمب به بالای در فرا رفتگی است. این گفتن کاری شبانه نیست، نه پگاه ان شاء الله بعد نماز بمب میکنیم. همین خیر رفتم. میگن وقتی که من سحری به نماز بامداد خستم، یعنی در اینجا اثری یک حیوان مانند اسب بود. سپس به حلقه در همون اسب بسته شده بود. پیامبر اسبشون در این مسجد بست به حلقه در. سپس در اینجا یعنی اشاره آنهایی که اونجا نماز خوندن، والله گفت این مسجد فقط برای پیغمبرها این خیلی حالت میشه. این بگم پیغمبر الله تعالی امر کرده که اونجا این شب نماز خوندنش لازم بود، اون به این شب در محکم. فقط خواستن که به دوریدگرها در با گوشیده شد. این گفتم من این دیدگی هستم و این احتمال حقیقت دارد. یگان جای دروغش نبود. بنابراین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به این سفری دور دراز رفته آمدن، این یگان جای شک و شبهه نداشت. بسیار چیزها را دیدن، برای امت اسلام رسانیدن. از همه بزرگش این است که در مدت 23 سال دین مقدس اسلام مکمل شد. همه چیز الله تعالی در قرآن ذکر کرد، همه چیز به پیغمبر نازل میشد تا آنکه پیغمبر در زمین بودن. لیکن به مسئله نماز الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نزد خودش دعوت کرد، به نزد خودش تکلیف کرد، سپس امر کرد که نماز بخوانید. دیگر روزه و نماز و حج و همش پیغمبر در زمین راه میکشتن، الله تعالی آیات نازل میکرد. لیکن به مسئله نماز الله جل جلاله پیغمبر به نزد خودش دعوت میکرد. این دلالت به مهم بودن امر نماز میکنه که ما سال 2009 جشن بزرگداشت امام اعظم را نقل کردیم، قید کردیم. امام اعظم از همه در بین 4 عالم های اهل سنت در مسئله تارک الصلات، آدمی که نماز نمیخواند، از همه سبکترین مذهب است. از همه مذهبی که به بی‌نماز معامله سخت نمیگیرد این امام اعظم هستند. در نزد امام اعظم اگر ما سال گذشته جشن گرفتیم، اگر امام اعظم زنده باشند با حکم امام اعظم کسی که نماز نمیخواند تا آخری عمرش در زندان میایستد. در دیگر مذهب ها وزنین‌تر، در مذهب ما فقط در زندان میایستد خلاص. یعنی آدم بی‌نماز اگر یک انسان رو به قتل رساند چند سال حبس کرده میشه. لیکن اصل شرعی شریعت آدم بی‌نماز تا آخری عمر موافق قول امام اعظم زندان کرده میشه. موافق دیگر قول ها بسیار وزنین است محترم جماعت. بنابراین ما شخصیتایی که بزرگ میشماریم، یک دولت همراهی جمهوری، یک جمهوری کلام و شخصیت های بزرگیش قید کردیم. معنای قید کردن بزرگی های آنها چیست؟ ما و شما نیز باید همراهی اون بزرگان شدن ما. اعتقادمون، ایمانمون، عملهایمون، رفتار و کردار ما باید موافق آنها باشد. برای همین ما جشن گرفتیم. بنابراین باید یار و نزدیکان، اهل و عائله، آنهایی که از نماز دور هستند بسیار یعنی آنها را دعوت به نماز کنیم که این مسئولیت بی‌نهایت وزنین است. الله تعالی هر یکی ما و شما را همراهی اهل و عائله و نزدیکان ما از جمله برپا دارنده های نماز گرداند و الله تعالی دین دنیا آخرتی ما شما را آباد گرداند. الله تعالی جمهوری عزیز ما را نتینجی و امانی و آسودگی سیری و فراوانی گرداند. الله تعالی به کشت و کار دهقانان برکت عطا کند، به تجارت تاجران برکت عطا کند. الله تعالی همیشه برای ما پیشروی نصیب روزی گرداند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.